سلام. امروز آمدیم 10 بازی برای سیستم های ضعیف معرفی کنیم. البته نه اونقدر ضعیف ولی خوب. بگذاریم بریم سراغ ویدیو. بازی اول مافیای 1. این بازی رو بکن. بگذاریم. بعد اگه سیستمتون گیمینگ و خفنه برین نسخه ریمسترش رو بازی کنید و این بازی داستان خیلی خوبی داره. گرافیکش آنچنان به دلنشین نیست ولی خوب. بازی شماره 2 The Wolf Among Us. این بازی از شرکت ترتیل که گرافیک همه بازیاش اینجوریه که انگار آب تو پاشیدی روش. نه منظورم اینه که آبرنگیه گرافیک. آره دیگه. و بازی انتخاب محوره، یعنی مثلا میگه اینو بکش اونو نکش، مثلا با این حرف بزن با اون نزن، اینو بکن اینو خفه شو سیاه. آره دیگه بازی خوبیه، من حرف نزنم بهتره. بازی سوم هاورین. این بازی گرافیکش خوبه نسبت به بازی قبلی. اینو حتما برین امتحان کنید و بازی کنید. داستان دارکی داره، اسپول نمی کنم. اگه میخواین در مورد داستانش ویدیو بسازیم کامنت بذارید. شماره 4 و 5 مکس پین 1 و مکس پین 2. نسخه یکش گرافیک قابل قبولی داره، نسخه 2 هم که خوبه. اگه سیستم تو خوبه که چرا اومدیم تو ویدیوی سیستم زغالی نمیفهمم واقعا. ولی میتونی برین مکس پین 3 هم بازی کنید و داستان مکس پین هم دیگه امامه دیگه، همتون دیگه میدونید. بازی ششم اسلیپینگ داگ. این بازی رو بخوام توضیح بدم اینطوری فکر کنید که بازی جی تی آیه، ولی به جای اینکه بگیریم با تفنگ همو بکنید، اینجا با مشت و لگد میریزن تو هم و توی چین شما کرده میشید. و اگه میخواین شما در این بازی مشت و لگد بخورید حتما امتحان کنید. شماره 7 Condemned Criminal Origins. این بازی انقدری ترسناکه که لاپاتون قد خربزه هم داشته باشین میرینین به خودتون. بس که این بازی ترسناکه و واقعا اگه جرأتش ندارید به نظر من حجمتون رو هدر ندید، بره سراغ بازی دیگه، چون میرینین تو خودتون وضعیت هم خیت میشه دیگه. بازی هشتم الینو. تو این بازی شما یک کاراگاه هستین. این بازی خیلی خفنه و گرافیکش واقعا عالیه و انقدر صورت کاراکتر رو خوب طراحی کردن که میتونی حتی بفهمی از رو صورت دروغ میگه یا نه. خلاصه بگم شما در این بازی معما حل میکنین و داستان بسیار زیبایی داره. بازی شماره 9 Heart of Iron 4. این بازی که جدیدترین نسخه این سری هم هست، یه بازی استراتژی تو زمان جنگ جهانی دومه. اینم گذاشتیم برای استراتژی فنها که دیگه عشق کنن. حاجی فقط حال میده بری آلمان زمان هیتلر رو برداری. یا شاید با خودتون بگین چرا اینقدر سانسور شده اسم این بشر رو گفتم، چون یوتیوب میاد چونمون رو پاره میکنه دیگه، شرمندم. و در آخر گادفادر. این بازی هم که همینطور که میدونی یکی از شاهکارهای بزرگ سینماست و فضا و گرافیکش همانند بازی مافیاست. این بازی رو برید انجام بدین، ولی خواهشاً سیز گنگ نگیرید بعد از این بازی. با تشکر. راستی یادم رفت بگم چنل ما رو ساب کنید. این ویدیو رو اگه دوست داشتین لایک کنید. اگه هم دوست نداشتی خب بکیرم بازم لایک کن. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. مشکل برات پیش آمده کسکم.